سلام بچه ها، حالتون خوبه؟ امروز میخوایم بریم به دریا و داستان ماهی کوچولو و راز بی‌نیازی رو بشنویم. بریم سراغ داستان. توی دریای آبی و قشنگ یه ماهی کوچولو به اسم نیلی زندگی میکرد. نیلی مهربون بود ولی یه عادت بد داشت. هر وقت گرسنه میشد سریع میگفت دوستای خوبم یکی بیاد برام غذا بیاره، من بلد نیستم غذا پیدا کنم. ماهی های دیگه کم کم خسته شدن. یکیشون گفت نیلی خدا بهت باله داده، میتونی شنا کنی، میتونی غذا پیدا کنی، خودت امتحان کن. نیلی اخماش رفت تو هم. نه من نمیتونم، خیلی سخته، شما برام بیارین راحت تره. یه روز دوباره گرسنه شد، دوباره همون حرف رو زد. دوستاش این بار محکمتر گفتن نیلی ما همه خودمون تلاش میکنیم، تو هم میتونی. نیلی باز غر زد اگه میتونستم تا حالا انجام داده بودم. همون موقع یه ماهی پیر و دانا که کنار صخره‌ها زندگی میکرد اومد جلو. آروم گفت نیلی جان گوش بده. سالها پیش پیامبر مهربون خدا حضرت محمد به یکی از یاراش گفت اگه کسی همیشه از مردم کمک بخواد شاید چیزی بهش بدن، ولی اگه به خدا اعتماد کنه و خودش تلاش کنه خدا حتما بی‌نیازش میکنه. این جمله 3 بار توی دل نیلی پیچید. بار اول گفت نه من نمیتونم. بار دوم کمی فکر کرد، شاید بشه امتحان کنم. بار سوم یه نفس عمیق کشید و گفت باشه امتحان میکنم. نیلی بالهاشو تکون داد و رفت توی صدف‌ها و دنبال غذا گشت. اولش سخت بود، بالهاش خسته شدن، دلش میخواست برگرده، ولی ادامه داد تا اینکه یه صدف کوچولو پیدا کرد. وقتی صدفو باز کرد نور خورشید از لابلای موجها افتاد روی پولک‌های آبیش و مثل الماس برق زد. نیلی اولین دونه غذاشو خورد. اون لحظه حس کرد خوشحال‌ترین ماهی دنیاست. ماهی‌های کوچیک دورش جمع شدن و صدا زدن آفرین نیلی، دیدی تونستی؟ نیلی با لبخند گفت بله من تونستم، چون خودم تلاش کردم و به خدا اعتماد کردم. حباب‌های کوچیکی از دهنش بالا رفتن و مثل بادکنک‌های شیشه‌ای به سطح دریا رسیدن. انگار کل دریا برای موفقیت نیلی جشن گرفته بود. از اون روز به بعد نیلی هر وقت دوستاش ناامید می شدن براشون قصه یار پیامبر رو تعریف می کرد. بچه ها داستان گوش کردید؟ دیدید وقتی خودمون تلاش کنیم چقدر بهتره؟ تا داستان بعدی خدا نگهدار.